شمع از فایده های مصیبت ها. به نام خداوند بخشنده و مهربان. یکی از فایده های مصیبت ها نمایان شدن گوهر بندگی در دعا هست. یکی از بزرگان میگوید پاک از خداوند که بلا را وسیله استخراج دعا قرار داده است. در روایت آمده است خداوند یکی از بندگان صالح خود را به بلا گرفتار نمود و به فرشتگان خود گفت او را به مصیبت مبتلا کردم تا صدایش را بشنوم، یعنی دعا و زاری او را بشنوم. دیگر از فایده های مصیبت و بلا این است که غرور و سرکشی نفس شکسته می شود. خداوند می فرماید هرگیز چنین نیست. بیگمان انسان وقتی که خود را بی نیاز بیند سرکشی می نماید. یکی از فایده های مصیبت این است که عاطفه و محبت و دعای مردم جذب مصیبت دیده می گردد، چرا که مردم با کسی که گرفتار مصیبت شده همکاری و همدردی می نمایند. از دیگر فایده های مصیبت این است که مصیبت بزرگتر را دور و آسان می کند. تحمل مصیبت کفارت گناهان می باشد و برخورداری از اجر و پاداش الهی به دنبال دارد. پس چنانچه بنده از فایده ها و ثمرات مصیبت پی می برد، با آن انس می گیرد و احساس آرامش می نماید و پریشان و ناامید نمی شود.